منده هنگامی که حج عمره کرده بودیم در همین حالت حیض شدیم و وقتی پاک شدیم به وطن گشتیم. باز همین چی خیلی کنیم که سوزا جانم میچیرم. شما یگان عمره نکرده تماما؟ کردیم. چخیلی شرکت های هست که مثلا دو بار سه بار میکنن. شما یک بار عمره کرده در سرتون دیگر ساقط می شود و عمره رو در 2-3 ساعت میکنید همین؟ شما یعنی یک روز اگر پاک باشید هم در یک روز عمرتون رو میکنید تمام؟ نه سوزا جان هنگام پاک نشده چی کردیم به تاجیکستان برگشتیم. یعنی شما یگان بار عمره نکردید؟ پیش کرده بودیم سوزا جان. دو بار سه چخیلی هر یک شرکت رفتن ده 2 بار 3 بار میکنن در همون یک رفتگی. شما برگشته باشید یگان مشکل ندارد. شما عمرتون رو کردید و گشته آمدید هیچ باکی نیست اینجا. هیچ مشکل نیست. برای حیث شدیم سوزا جان حیث گشته آمدید اینجا جای نفهمم اصلا نفهمیده استادم. یک کس رفت عمره کرد بعد حیث شد گشته آمد چی مشکل است؟ شما عمرتون رو تمام کردید؟ در حالت حج در حالت همین طواف کردن حیث شدیم. ها بعد از این آخر طواف رو قطع کردید یا دیده و دانسته باز حج کردن گرفتید؟ میدونستیم که همون روز میورمای فوجا گروه قطعی بودیم مصلحت کردگی رفتیم. همین وقت مردم تمام شدند همین دلم حرکه شبهه داد. نماز مون خوندیم رفتیم که خدیدیم که چه حرکه چی شدم حیث شدم. هیچ کم نداره چی نیست. برای اینکه شما نمیدونستید 100% فقط شبهه داشتید در حالت حج یعنی حیض هستید و حج کرده شما گناهگارید با این کارتون. گناه به دست دادید مانند اینکه آدمی حیض روزه میدارد یا نماز میخواند اما شما فقط شبهه داشتید و حج کردید بعدا فهمیدید که حیض شده اید انشالله چی باکی نیست. نه یگان کفاره ندارد انشالله چون که شما دیده و دانسته نه فقط گفته استادید شبهه کردم که دیگر اومد گفته اما دیده و دانسته حیضم باز رفته طواف کردم این خیلی نیست که من بعد انشالله استاد جان بریم اگر همون نیتی قرضی بکنیم یا کنی دیگه نه قرضی نه هیچ قرضی ندارد این خورم. بعد از این شما باز عمره کردید آخر بغیر از این باز دیگه عمره کردید بغیر از همین یگان تای دیگه عمره کردید یا نه؟ کردیم پیشکی 2 بار کردیم. تماما پیشکی کردگیتون کفایه است. پیشکی کردگیتون ساقط شدگی است. همین در موندگی و رحمت الله است.